خدام دل نکشد پا نرود، یوسف پیش زلیخا نرود. هر کی بیهوده به هر جا نرود، دلکشید است که ما آمده ایم، بر دیدار شما آمده ایم. بله واقعا هم عزیزان ما دل ما کشید، ما امروز آمدیم و یک ناحیه خیلی زیبا، یک ناحیه که واقعا هم طبیعت بهشت آسا دارد و ناحیه درواز و دلمان از همینجا فرح بخشید. از آنه که واقعا هم در چهره پیران روزگار دیده همین ناحیه نور میبارد و ببین که چگونه یک دخترانی خیلی زیبا دارد و در همین جا نیست ترانه استقلال و ترانه وحدت تنین انداز است. و نگفتن همون از زرینه که محیط که زیباست، حتما که چهره ها گرم و نورانی هست. تماشاگران عزیز، این لحظه ما قرار داریم در استراحتگاه چهارچمنی ناحیه زیبای درواز و تصمیم گرفتیم که شما را با زیبایی های این طبیعت بهشت آسا آشنا نماییم. ما رو همراه باشید، اینک ما وارد چهارچمن میشویم. رفتیم. درست است که طبیعت زیبا الهام بخش کس است. و این هوای مینوی، این تراوت تر تازه ما را بازوادار میکند که چیز ایجاد کنیم، برنامه ثبت کنیم و به بیننده حتما که نمایش بدیم. و واقعا هم امروز کاری ما در یک محیط خیلی زیبا میگذرد، در یک محیط غیر مقرری است و براستی ما در همین محیط خستگی را احساس نمیکنیم و در همین محیط همیشه کار کردن را دوست می‌داریم. اینجا یک طبیعت بهشت آساست و میگویند که تاجیکستان بهشت روی دنیاست، پس یک پارچه بهشت در همین جاست، در ناحیه درواز است. بله، و این همه آسودگی، این همه زیبایی، این همه دلربایی واقعا هم منشأ میگیرد از استقلال کامل وطن. وطن آباد است، وطن آسوده است، وطن واقعا هم جشن دارد. امروزها که ما با صمیم قلب جشن را به همتان مبارک میکنیم. هنر و هنرمندی در دروازه باستان از زمانی پیش تا به امروز در حال رشد است. این سرزمین به دنیای هنر و صنعت ملی بهترین هنروران را هدیه نموده و این جوانان نمونه عالی این جاده هنرند که با نوازش فارم و هنر به همتا توانمندند تا دل میلیون ها را تسخیر ببخشند. باور نمیکنید؟ پس بیایید شاهدی حال شوید.
азизон, اینجا چهارچمن است. چهارسوی این چمنستان گوشه است از بهشت. چهارسوی این چمنستان زیبا و دیدنی است و چهارسوی این چمنستان را امروز منظور شما میگردانیم. تنها شما را میباید که ما را همراه باشید و خلاص با ما باشید. من باری دیگر شامتان بخیر باشد. باور دارم که همین لحظه طبع خوش و بریدت دارد و مثل ما وقتتان خیلی خوب میگذرد. با همراهی یک گروه دوگانه های هم هستم، از جمله یاسمینه، همینطور بله، فرخنده، مهرانه و فریده و امروز بازم اطراف بعضی از نازکی های زیبایی های گلدختران خواهیم گفت. اطراف همین کشوری بهشت‌آسا خواهیم گفت و یک کم شعر خواهیم گفت، زیرا که ما بازم در آستانه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. و یاسمینه بگوید که چگونه روزگاری داره در همین ناحیه خیلی زیبا. رحمت، خیلی خوب، خوش آمدید آقای زرینه. ما خیلی خوشحالیم که شما به ناحیه ما آمده. دیده ایستاده که ناحیه ما خیلی خوب، زیبا، خیلی هوای تازه دارد. باز خوش آمدید. تشکر زیاد. شما در مکتب تحصیل میکنید؟ بله. خیلی خوب. چه نقشه ها دارید؟ بعد از ختم مکتب چی میخواهید؟ من بعد از ختم مکتب نقشه ها دارم که به دانشگاه گذارم و به خلق خود خدمت کنم. تشکر زیاد. و حالا که گفتیم که هنوزم در کشور ما تنتنه های استقلال ادامه دارد، بیاید وصف همین دیار زیبا رو میکنید. نور است ز دیدگان ما استقلال، زور است به تن و روان ما استقلال. یک ملت پشخورده را جمع آورد، پیوند گرد جهان ما استقلال. شادمانم وطنم آباد است، از خرافات و ستم آزاد است. و برش لعل بدخشان دارد، به سرش پرچم رخشان دارد. وطنم در همه جا مشهور است، به جهان با ظفر و پرنور است. تشکر زیاد. ای بر دیار خرم و خندان خوش آمدی، بر آشنای قلب فروزان خوش آمدی. ما از صمیم قلب را کردیم تا عطا، ای شاه به درواز بدخشان خوش آمدی. تشکر زیاد. و واقعا هم ما شادمان هستیم که وطن ما آباد و آرام است. و دوستان عزتمند، بازم شام امروزمون رو از ناحیه درواز ادامه میدیم. ما رو همراهی نمایید. عزیز، ما این لحظه صحبت داریم با گل دختران ناحیه درواز. این همه سرجمی، این همه زیبایی، این همه پیشرفت از آباد و آسوده بودن وطن نازنینمان تاجیکستان بهشت‌آسا گواهی می‌دهد. با گفته‌های من همراه می‌شود صبرینه بانو. واقعا هم تاجیکستان با طبیعت ناتکرارش، با کوه‌های آسمانبوسش، با میوه‌های شهدرسش در جهان معروف گردیده است. و من میفخرم که تاجیک هستم و در چنین دولت آباد و پر از استقلالیت زندگی به سر میبرم. ما تاجیک آزادیم، در دولت آبادیم، کوه و کمر پرگنج اولاد خود دادیم. با پرچم آزادی، با مهنت و آبادی مشهور جهان گشتیم، با حسن خدادادی. تشکر. باز مرحمت آزاده از شما نیز اندیشه خود را بیان کنید.
من نیز میخواهم با حس بلندی وطنداری شعر گویم. تاجیکستان میکنم شکر کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آباد و از آزار تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردم دست است. واقعا هم آبادی و آزادی است که امروز گلدختران زیبای ما سرجم میشوند و وصف این دیار نازنین میکنند. این از سمنگور میخواد بهر این وطن شعر گوید. با استقلال میهن سجده آرم، نمازم را به درگاهش گذارم، بخوانم آیتش شکرانهش بیش که هست آن هدیه پروردگارم. واقعا ما گلدختران تاجیک یعنی ناحیه درواز خیلی خرسند هستیم که در چنین ناحیه آباد و زیبا زندگی میکنیم و من فخر از آن میکنم که برای ما گلدختران ناحیه درواز تمام شرایط های دنیا فراهم آورده است تا که ما نسل نورس توانیم سعی و کوشش خود را زیادتر نماییم. مرحمت مخصوصا ما جوانان همیشه سعی و تلاش نماییم تا که سهمی با سزای برای رشد کشورمان گذاریم. چون محیط خیلی سلخین است، طربناک است، نکتی زیاد است اینجا، ولی ما را بوی نان گرم به سوی خود جلب کرده ایستاده است. ما همکنون که گرسنه ماندیم میرویم نزدیک خاله های نانپز رفتیم. ما قرار داریم در گوشه هنرهای مردمی، چون میبینیم اینجا آسیاب است و از این آرد حتما که کدبانوهای ناحیه درواز استفاده میبرند و نان میپزند. سلام علیکم خاله جان. علیکم برسلام. من امو دور دیدم چی نافتم گفتم همین فروخی امو تلویزور ای. سلامت باشه، تشکر. دستتون درد نبیند. نان پخته ایستاده ای؟ آه نان پخته. نان گرم. نان گرم، چپاتی، کلچه، همه نان ها را میبندیم. بیننده عزیز، چون این لحظه میبینیم نانهای گرم، نیمچه نانی دروازی. دروازی بچه جون. سلامت باشید. امروز که دروازی باستانی میزبانی مهمانانی سطح عالی هستند و حتما که نانهای شما برای مهمانان روی میزی مهمانان رو زیب میدهد. خب از همین آسیاب استفاده برده؟ از همین آسیاب هم، از مگزین هم، از همه جا کسی آورد گندم ما میگیریم استفاده میبریم. سربلند باشید. ممکن است نانهای شما رو چشیدن یا اینکه این تنها برای نمایش است؟ نه، برای همه مهمان ها چشیدن گیریم. سلامت باشید. خب میچشیم. از زمین نان ریزه ها رو، اصلا که در زمین نان ریزه نیست، ولی نان گرم، لذت نان گرم واقعا هم چیزی به لذت نان گرم برابر شده نمیتواند. اینجا چون دریای شخوبه میگذرد، اگر این نان گرم رو در دریا ترک کرده بخوریم بازم نورن الان نور میشود. ولی بیاد ببینیم که محصولاتی که نان از آن آماده میشود، یعنی که آرد در آسیاب چگونه آمادهش میکنن. میرویم نزدیک آسیاب ما. السلام علیکم مانده های کار. این آسیاب ملی اصلا با یاری آب گندم را آرد میکنن. همین گونه توسط آب گندم را آرد میکنن. هست مثلا آسیاب که توسط آب و هست آسیابی که توسط برق قوای برق کار میکنن. ولی میگویند که آرد که توسط آسیاب آبی آماده میشود با لذت‌تر است. برای چی؟ بله این فرقیت دارد، چون که این چیزی هست که طبیعی است. اون آردی که با واسطه آب آرد میکنیم، اون مزهش از آسیابی که با قوای برق است خیلی فرقیت دارد. از جهت مزهش، طعمش خیلی با لذت است. سلامت باشید. خب زیادن مثلا مشتاقانی که مز میخواهند که آرد رو، گندم رو با آسیاب آبی آرد کنند. بله خیلی زیاد هستند مردم میخواهند که
یعنی گندم خود رو با واسطه یعنی که آسیاب شما بکور نیست. نه این شب و روز در خدمت مردم ناحیه درواز است. بله. سربلند باشید. مثلا همین روز میتونم گفت که چند لینچه یا چند کیلوگرم گندم رو شما آرد کردید؟ مثلا در یک شبانه روز ما میتوانیم که تا 5-6 لینچه گندم آرد کنیم. خوبای برق لازم نمیشه، تنها برای این برای روشنایی در کار است. سربلند باشید. بگذار که چرخه آسیاب شما پیوسته گیرگردان باشد و در خدمت این ملتی واقعا هم صاحب فرهنگ و صاحب تمدن باشید. سربلند باشید. بهترین ایجادگر خلق بوده است که خیلی مسئله را به مورد گفته. جهان دیده باش و جهان خورده نه. واقعا این موضعی که خیلی دیدنی است امروز مورد تماشای ما گشته که خیلی از آن لذت بردیم. همین زیبایی هاست که امروز تشریف خارجیان به وطن ما زیاد گشته است. ما افتخار از آن میکنیم که در چنین وطن زیبا عمر به سر میبریم و برای باز هم آبادی و گلشکوفانی این سرزمین نازنین سهم میگذاریم. و امروز ما بودیم همراه شما از ناحیه درواز. بله، تا سفر دیگر با شما خیر و خوش میکنیم عزیزان. امیدواریم که وقتی شما هم با ما خیلی خوب گذشت. خیر، رفتیم.